اصل مصاحبه. تو این مصاحبه آقای رضا پهلوی برخلاف مصاحبه هایی که با اینترنشنال و مناطو و این شبکه های خودمونی و اینها دارن که تا روبروی شاهزاده قرار میگیرن، شاهزاده خوبان تو چقدر خوبی، چقدر نازی، چقدر مامانی هستی، چقدر خوشتیپی، خب حالا خودت هر چی دلت میخواد بگو. ایشون آقای پهلوی رو به چالش میکشن با یک سری سوالات اساسی. بریم بشنویم سوالات رو و پاسخهای مملو از گلواژه رو. که میبینید جلسه مربوط به ایران شروع شده. شاهزاده رضا پهلوی رو در تصویر میبینید که همراه کریستیان امانپور، روزنامه‌نگار ایرانی بریتانیایی، در این پنل هست. اجازه بدید بخشی از صحبت اونها رو بشنوید. بله، اولا اینو من بگم عزیزان که این مصاحبه رو من از اینترنشنال گرفتم، یعنی این ترجمه که داره میشه ترجمه شبکه اینترنشناله، ترجمه های متفاوت مختلف نیست از آدم های دیگه. یعنی اون چیزی که مورد وثوق خود این آقایون سلطنت طلب هست. اولین دروغی که داره میگه پنل ایران شروع شده و شاهزاده رضا پهلوی هم حضور داره. تو زیرنویسش هم این رو مینویسه. این یک دروغ بزرگه. در سالن اصلی که پنل شروع شد شاهزاده وجود نداشت، نماینده‌ای هم از جمهوری اسلامی وجود نداشت. این تصاویر شاهزاده است در اتاق بغلی، همطور که توضیح دادم، که فقط برای مصاحبه در نظر گرفته شده. سالنی به نام تئاتر کمدی، واقعا هم کمدیه. شاهزاده رضا پهلوی داره اشاره میکنه که در اعتراضات مختلف از جمله اعتراضات مربوط به زن زندگی آزادی دیدیم که چطور اقشار مختلف ایرانیان از جمله ایرانیان خارج از کشور همصدا با هم به خیابان‌ها آمدن و به اعتراض به جمهوری اسلامی پرداختن. ولی اولین چیزی که جلب توجه میکنه اشاره ایشون هست به خیزش زن زندگی آزادی و این خیلی باعث تعجبه، چون خود ایشون هرچی زن زندگی آزادی بود از توی اکانت هاشون حذف کردن در طول این چند سال و این شعار زن زندگی آزادی در تظاهرات سلطنت طلب ها ممنوعه و جرمه و خیلی کسا گفتن و کتک خوردن. کلیپاشو دیدیم دیگه، من هی کلیپ نذارم وسط این برنامه که وقت برنامه گرفته بشه. این همه تظاهرات هایی که این سلطنت طلب ها داشتن و اعلام کردن زن زندگی آزادی رو خفش میکنیم، شاهزاده میاد اسم زن زندگی آزادی رو میبره. آقا یه خود با هم دیگه هماهنگ باشید. خب ادامه بدید. و خب البته آیا آزادی یک بهایی داره؟ البته که داره. آیا ما آماده ایم که بمیریم برای این هدف؟ البته که هستیم. خیلی واقعا وقاحت میخواد. خیلی واقعا وقاحت میخواد. آقای شاهزاده، شما همین چند وقت پیش تو مصاحبتون با شاهین چرخنده نگفتی که برای آزادی من حاضر نیستم آزادی خودم از دست بدم؟ گفتی من چرا باید برای آزادی مردم آزادی خودم از دست بدم؟ شما نگفتی؟ هنوز چند ماه نمیگذره حالا حاضری برای آزادی بها بدی؟ بعدم میگی ما باید خون بدیم، کشته بشیم، خون بدیم، جمع میبندی؟ یعنی تو هم حاضری خون بدی یا جوانای مردم خون بدن؟ به قول آقای ایرج مصداقی که تو همین کنفرانس تو مراسم بیرون گفت امروز ایران فرشی خون گسترده برای استقبال از شاهزاده رضا پهلوی که اینترنشنال یهو قطع کرد برنامه رو. مردم باید خون بدن و شما تشریف بیارید. شما حاضرید کشته بشید؟ آقای پهلوی، شما تو همین آلمان که امن‌ترین کشور جهانه با ماشین ضد گلوله تشریف میارید تو محل تجمع ایرانیا، بعدم موقع صحبت میرید جلوی اون سپر ضد گلوله می ایستید که شما رو ترور نکنند، با اینکه تمام اون اطراف، من عکس رو نشون دادم دیگه، هیچ ساختمان بلندی نیست که یک تک تیرانداز بخواد اونجا مستقر بشه و جون شما در خطر باشه. آقا این همه
سناتورها و مقامات آلمان اینا اومدن اینجا سخنرانی کردن، هیچ کدوم نرفتن پشت اون سپر، وایسادن صحبت کردن. و شما اینقدر ترسوی که رفتی پشت اون شیشه داری با هوادارات صحبت میکنی. شما حاضری کشته بشید، خون بدید، بهای آزادی بدید. بازم با این حال خیلی شجاعت میخواد که اینجوری انگشتتون از پشت اون شیشه اومده بیرون و فکر نمی کنید یه تک‌تیرانداز با دوربین خیلی مجهز نوک انگشت شما رو هدف بگیره و خدای نکرده شما بی انگشت بشید و دیگه نتونید اون فرامین پادشاهی و ما اون لوایح مجلس و اینا رو امضا بکنید.